سلام دوستان، میخوایم کارتای دیلی کمبوی امروز 28 خرداد رو بهتون معرفی کنیم و بهتون بگیم دقیقاً کجان که برین بگیرین و 5 میلیون سکه امروز رو راحت به دست بیارین. فقط قبل از اینکه بریم واسه کارتا یادتون نره حتما سابسکرایب کنید و ویدیو رو لایک کنید و هر سوالی داشتید داخل کامنت ها بپرسید. خب اولین کارت داخل قسمت مارکته، یکم که بیاین پایین‌تر میم کوین، یعنی این کارت رو اگه بخرید یکی از اون سه تا به دست میاد. مثلا خب اینجا ببینید یکیشون تکمیل شد. کارت دوم داخل بخش دومه، این بخش یعنی کارت آیتی تیم که میشه این کارت رو اگه بگیرین دومی هم تکمیل میشه. اینجا ببینید دومی هم تکمیل شد. کارت سوم بچه‌ها داخل قسمت اسپشیاله. داخل این قسمت که بریم اینجا ببینید دو تا قسمت داره، یه دونه قسمت مای کارت داره، یه دونه قسمت مای کارت داره، یه دونه هم نیو کارت داره. خب باید شما دوتا رو نگاه کنین. داخل مای کارت رو اول نگاه کنین، اگر پیداش کردین که کردین، اگر نبود داخل قسمت نیو کارت. منظورم با اینه، با این کارت وب تیری آکادمی لانچ. اینو اگه پیدا کردین بازم باید بزنین روشو گو اهد. وقتی که زدین ببینید 5 میلیون سکه امروز رو به هم راحت داد. بزنم روش بگیرم. آره 5 میلیون امروز رو من تونستم بگیرم. اینجا هم مشخص. بچه‌ها فقط کانال رو حتما ساب کنید، یادتون نره ساب کنید که من هر روز کارت دیلی کمبو رو واسهتون میذارم.